دیگه ناصر شدم، ولی خب ایشون هم پذیرای من شدن. با هم زندگی کردیم 4 سال و نیم. من مشکل خاصی نداشتم، ولی اگر اشتباهی کردم توی این 4 سال و نیم وارد شدن تو این زندگی بوده، ولی باز هم باید از نگاه من دیگران خودشون رو بذارن و به ناصر نگاه بکنن، به اون کسی که علاقه بهش دارم، چون من از زمان بچگی بهشون علاقه داشتم. شاید خوب بودن اون باعث شد من بیشتر در زندگیش بمونم. اگه از طریق عرفی ادامه میدادین علاقتون نظرتون دیگه به اینجا میکشی؟ من هیچگاه نخواستم که مزاحمتی برای زندگی ناصر خان به وجود بیارم، هیچگاه از او تقاضای ازدواج نکردم. همیشه هم بهش میگفتم اگر بدونم که یه روزی مشکلی توی زندگیت به وجود میاد، من از زندگیت میرم بیرون و این عین حقیقته. هیچگاه از اون درخواست ازدواج نکردم و زمانی که میتونم این رو به خاطر اون ایثاری که تو اون لحظه کردم، حالا این کار رو من کرده باشم یا هر چی که بخوام فکرشو بکنیم، چون هنوز خودم در ناباوری هستم با توجه به خصوصیاتی که از خودم پی بهش بردم و اطرافیان من پی به اون دارن، هنوز در ناباوری هستم. ولی میتونم بگم که این حرف خودم رو که ناصر اگر یه روزی من باعث بشم تو زندگیت مشکلی پیش بیاد، از زندگیت میرم بیرون، درسته مشکلی ایجاد شد، ولی حداقل با اون ایثار خودم من میتونستم با نگفتن و پنهان کردن این راز در سینه خودم سالیان سال همه رو عذاب بدم، خودم در درجه اول و دیگران رو همینطور. ولی حداقل این ایثار رو کردم اون لحظه که به من گفت شهلا میخوام برم سر خاک زنم، دلم تنگ شده، میخوام برم سر خاک زنم، میخوام برم سر خاکم برای باش حرف بزنم، دعا بکنم، قرآن بخونم. حداقل این ایثار رو کردم، از خودم گذشتم، میدونستم که آخرش چی هستش، ولی از خودم گذشتم. همه تلاش میکنم به خاطر اینکه زنده بمونم. شما اعتراف کردین که خانم سحرخیزان رو به قتل رسوندین، با چه انگیزی این کار کردین؟ من یک بار هم از من اینو یه برنامه دیگه سوال کرد، ولی متاسفانه سانسور کرد. باز هم میگم من هنوز در ناباوری هستم، هنوز نمیتونم باور کنم این مسئله رو، هنوز نمیتونم، هنوز در ناباوری هستم. باز هم میگم من نبودم، ابلیس بود. من باز هم میگم من نبودم، ابلیس بود. از خانواده محترم سحرخیزان باز عذرخواهی میکنم، از مادرش عذرخواهی میکنم، از پدرش عذرخواهی میکنم، از 2 تا بچه‌اش علی و عرفان عذرخواهی میکنم، چون هیچ کس حق نداره جون انسانی رو بگیره، جونی که خدا داده فقط خدا میگیره، هیچ کس حق نداره جون انسانی رو بگیره. از خانواده محترم سحرخیزان باز عذرخواهی میکنم، از مادرش عذرخواهی میکنم، از پدرش عذرخواهی میکنم، از 2 تا بچه‌اش علی و عرفان عذرخواهی میکنم، چون هیچ کس حق نداره جون انسانی رو بگیره، جونی که خدا داده فقط خدا میگیره، هیچ کس حق نداره جون انسانی رو بگیره. همینطور من اون روز اومدم گفتم بذار حالا که اون رفته، حالا که من میخوام خودم قاتل معرفی کنم، بذار دل ناصر خوش باشه که در واپسی لحظات دانده بنا یاد او بوده، به یاد حرفای او بوده، بذار مادر لاله دلش خوش باشه که لاله در آخرین لحظات به یاد او بوده. مگر میشه من ضربه به گردن کسی بزنم دیگه تو حیاتی در اون شخص نمیمونه، اون شخص بیا باش حرف بزنم؟ مگه میشه از اون سوال بکنم به کی زنگ بزنم؟ اون که دیگه پس یک فیلم سینمایی که یک رمان طولانی بوده، یک فیلم 4-5 ساعته بوده. چطور میشه که شما در روزنامه اعلام شده بود بعد از این اعترافات من که از آنجا به شهرستان بوشهر تماس گرفته شده بود، حتی جای افتادن مقتول رو در روزنامه ایران یا ندای ایران کشیده بود. حتی اگر شما نگاه کنید، اگر من انقدر باهوش هستم یک قطره خون رو دیدم اونجا، من چطور نمیتونم بگم ضربه به کجا زدم؟ چطور میتونم لباسش رو بگم ولی نتونم بگم ضربه به کجا زدم؟ چرا هیچ وقت یک فکر رو به کار ننداختید اینها رو در نظر بگید؟ فقط این نیست که در هفته نیرو انتظامی بیاد که پرونده تموم بشه، آقای سردار طلایی بدون این چیزی
دستشویی نخواهم برم، دستشویی نخواهم برم، غذا نیاز نداشته باشم، عکس و سرفه رو باید چی کار بکنم؟ جناب آقای قاضی شما چرا؟ من گفتم، من خریت کردم گفتم، شما که یک آدم بالغ و عاقل هستی شما چرا باور کردید؟ یه لحظه ایستادم خانم اینجا من رئیس کار رفتم جسد دیدم اونجا جسد دیدم دیوونه شدم دیگه من دیوونه شدم من نمیشه جسد من دیدم آره من جسد دیدم آره من جسد دیدم آره دیدم دیدم که جسد افتاده اونجا آره دیدم بعد من کشیدم روش آره من دیدم آره من جسد دیدم به خدا دیدم جسد آدم بد شد دستم یه جا خود خودی بود خود شد من دستم اینجوری زدم پایین که بخل دوشک خسته بود مال اینه خسته بود مال اینه من چشم میدونستم اونجوری خسته بوده اگه خسته شد نزده همه جا باید خونی میشد آره من جسد دیدم اون امسیز از من خواست اون آشقان از من خواست آقا امدادی تو رو خدا تو بگو کی بود تو رو خدا تو خودت میدونی کی بود همونی که به تو شب باشناسی ساعته گفتش که دیگه اسم منو نیار بگو که من نبودم تو من کمکم کن آقای محافظای عشق من فکر می‌کنم تنها عشقی بود که به تنفر نینجامید، چون حتی ایشون تقاضای قصاص من رو کردن به عنوان ولی قهری. البته هنوز حکمی برای من صادر نشده و اونها قصاص پیش از مجازات کردن، چه جناب آقای محقق، چه خانواده محترم سرخیزان و چه آقای ناصر محمدخانی. ولی با این حال میگم عشق من تنها عشقی بود که به تنفر نینجامید. با اینکه این صحبت رو فرمودن، من باز هم گفتم که هیچگاه دوست ندارم که خمی بر ابروی ناصر ببینم و به طبع من دختری بودم که تنفر در وجود من وجود نداشته، نخواهد داشت و من باز هم میگم که واقعا من متاسف هستم این فاجعه تأثیربار رو واقعا تسلیت میگم به خانواده سرخیزان و اونها هم واقعا خانواده محترمی هستن. به هر حال من قبلا هم خدمتتون عرض کردم اگر باز هم منو بخوام ببرند اداره آگاهی، باز میگم من کردم، به خاطر اینکه تحت
در شرایط جسمانی وحشتناکی منو قرار دادن و وقتی من به آقای قاضی هم گفتم وقتی به یکی بگی خوشگلی احساس سوفیالانری میکنه، به یکی هم بگی دیوانه احساس دیوانگی میکنه. خب این از روز اول به من القا شد و من هم دیگه خسته شده بودم از این محیط. 2 سال 17 ماه انفرادی، به هر حال آزارهای جسمانی که من در اداره آگاهی دیدم و نمیشه اینها رو کتمان کرد. قاعدتا باید قوه قضاییه برای اینها هم رسیدگی بکنه، چون اگر جون انسان‌ها عزیز هستش پس هر دو طرف رو باید در نظر گرفته باشه. اگر کسی قتلی رو انجام داده فقط در اندازه همون قتل، خداوند هم در قرآن می‌فرماید 1 ضربه در مقابل 1 ضربه.